به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض درود و سلام بینندگان و تماشابینان گرامی به برنامه بازچه گپ خوش آمدید. همراه برادر بابا جان قیامزاد هستم و انشاءالله مرور به حوادث و اخبار امروز خواهیم کرد. شروع میکنیم از قضیه اون 3 وکیل دفاع بین المللی که به تاجیکستان رفتن. از این شروع میکنیم. 3 وکیل دفاع، 1 تن از روسیه و 2 تن از ترکیه به تاجیکستان رفتن و هدف خود را هم گفتن که از نزدیک شناسیدن به قضیه بازداشت شدگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و همچنین قضیه وکیلان دفاع آنها که بازداشت شدند. خبری رفتن آنها هم در رسانه‌های مستقل کشور بازتاب یافت. دگیر خوسه و وکیل دفاع و رهبر سازمان درکان در روسیه که رهبری این هیئت رو به عهده میگیرد، روز 22 ینور در صحبت به آزادی گفته است نخستین کاری که تا حال آنها انجام دادن مراجعت به وزارت کارهای خارجی و دادستانی کلی تاجیکستان بوده است. او همچنین می‌افزاید که ما خواهیم در دایره‌های قانونی تاجیکستان وارد عمل شویم. به قانون‌های تاجیکستان شنا شدیم و آنها به ما حق می‌دهند. ببین میگوید ما به قانون‌های تاجیکستان شنا شدیم و آنها حق می‌دهند که از سرنوشت باز شده های این حزب نهضت اسلامی با خبر گردیم. ما نازوکی‌های شرقیانه را خوب می‌دانیم، اما از هر امکان قانونی برای دفاع از بازداشت شده های هنید استفاده میکنیم. سرنوشت اکثری بازداشت شدگان حزب نهضت اسلامی معلوم نیست. آنها در زندان چی حال دارند و چگونه با آنها برخورد می شود نامعلوم است. می خواهیم با آنها صحبت کنیم و از احوالشان با خبر شویم. ولی این میگوید که ما قانون های تاجیکستان اجازت میدهند و اونا میگوید که ما یعنی وضعیتی یا نازکی شرقیانه رو که خودی اون از ترکیه است و شرقی است میگه اون روسیه است. ولی یعنی به هر حال میگوید که این نازکی های شرقیانه رو میدونیم و از سرنوشت بازداشت شده ها معلوم نیست و باید ما خبر بدیم. خانم امیل الدریم وکیل دفاع ترک که عضو این هیئت است میگوید که وی از حالا برای واخوری با ظرف رحمانی مشاور حقوقی رئیس حزب نهضت اسلامی که بازداشت شده است درخواست صحبت داده است. او میگوید که سر و صدا درباره وضع و حال رحمانی در زندان روز بیشتر می شود و او میخواد که از نزدیک اصل قضیه رو فهمد. یعنی در رسانه های خصوصا بر اساس گزارش های به سازمان های بین المللی اونجا گفتند که این ظرف رحمانی مورد آزارهای جنسی قرار گرفته است و این میگوید که اشاره به همون میکند که من میخوام این که خود زن هست وکیل مدافع زن است میخواد که من از قضیه ظرف رحمانی بشند. این وکیل ترک افزود اگر به ما اجازه صحبت ندهند گمان ما به فشار اذیت در بازداشتگاه به واقعیت نزدیکتر می شود. اما ما باور داریم که جانب تاجیکستان به قانونهای داخلی و قانونهای بین المللی عرض گذاشته به ما چنین امکان را فراهم می آورد. در صورت رد این درخواست ما به این قضیه به طور جدی سازمانهای بین المللی را جلب خواهیم کرد. بله اینها در اینجا گفتند که از قانون تاجیکستان با خبر هستند و اگر واقعا مانع گذاری شود در صحبت ها دیدار اینها با بازداشت شده ها، اینها باز اقدام های یعنی بعدی رو هم در دست دارن پیش بینی میکنند که اگر اونها اجازه ندهند مسئله رو با سازمان های بین المللی میکشند. این در حالی هست که در آذربایجان اون خدیجه اسماعیل و روزنامه‌نگاری بازداشت شده که به 7 سال زندان محکوم شده است، امل کلونی اون زنی جورج کلونی هنرمند امریکایی بله و یعنی وارد این قضیه شده است و یک از عضوی همین هیئت دفاع از همین اسماعیل خدیجه اسماعیل واشده است. بسیار کارشناسان میگویند که ورودی امل کلونی
یعنی امیدوار کننده است. چی طوری که اون روزنامه‌نگاری مصری به نام محمد فهمی که در الجزیره کار میکرد اون رو بازداشت کردن و این دخالت همین سعی و کوشش همین بود که بر اساس عفو عمومی که از طرف رئیس جمهوری مصر عبدالفتاح السیسی شد اون آزاد شد و امید دارن که دخالت اون و وکالت یعنی دفاعی که این روزنامه‌نگاری آذری رو بر عهده گرفتن عمل کنونی امیدوار کننده است و شاید که در این قضیه کمک کنند و واقعا هم این هم یک چیزی خوب است که بازداشت شده های حزب نهضت و وکیلان مدافع که به همین سبب بیچاره ها بازداشت شدن اونها هم وارد شدن وکیلان بین المللی این به نظر من یک قدم خوب و امیدوار کننده هم هست. بله ببینید در اینجا متاسفانه یک مشکل دیگر هم هست، یک قضیه دیگر هم هست که حکومت ما اینقدر ترس دارد، اینقدر نگرانی دارد از وکیلان و از حقوق شناسان که دیروز وقتی که این هیئت وارد دوشنبه شدن با قرار بود وکیل دفاعی محمد علی حیت جمشید یاروف و خواهر بزرگمهر یاروف که اونها می‌خواستن خاصیت یاروف میخواستن راهنمای اینها باشن، با اینها مشورت کردن و میخواستن و در نفس ترجمان هم باشن، همچنین ترجمانی کنند و یک کاری کنند که اینها برای مثلا هم برای چون یکی از اینها تنها هدفشون بازداشت‌های نهضت نبود، بزرگمهر یاروف اینها درخواست ملاقات با بزرگمهر یاروف با ظرفا رحمانی با سید عمر حسینی با اینا رو داشتن، پیشنهاد کردن در دادستانی و میخواستن که اونها هم مثلا اون خاصیت و جمشید یاروف هم میخواستن در این قضیه همکاری کنن با اینها، ولی متاسفانه دیروز از نزد مهمانخانه اینها چگونه که در خبرها اومد جمشید یاروف غیب میزند، یعنی اون را برای صحبت دعوت میکنن، دیگر تا حال هیچ کس نمیداند کجا است، هیچ خبری حتی هیچ سازمان و وزارتی هم کجا بودنش و عهده نگرفته است. وزارت کارهای خارجی با گزارش آزادگان گفته است که ما خبر نداریم، وزارت کارهای داخلی. و شما ببینید بگاهی اون روز خاصیت غیب میزنند، خاصیت یاروف خواهر جمشید اونم غیب میزنند و تو حال نمیدونن کجا است. یعنی این کی هستین؟ چی هستین؟ این ترس از چی است؟ وقتی که شما ببینید اگر یک نفر از هیچ کسی نترسد کارش رو پنهانی نمیکنند، یعنی اگر واقعا بازداشت شده های حزب و وکیلان اینها گناهگار باشن، اگر گناهگار باشن از چی میترسید؟ برای چی میآیید شما مردم رو میدزدید پنهانی کار میکنید؟ این ربودن است واقعا، درست است یا نه؟ این آدم ربایی است اصلا. ولی وزارت داخلی کشور گفته است که ما خبر نداریم، اطلاع نداریم از این حادثه، ولی اگر نزدیکان اونها به ما مراجعت کنند در این صورت ما میتونیم که در این قضیه دخالت کنیم. یعنی ببین یک وزارت دفاع، وزارت داخله که مسئولیتش حفظ حقوق امنیتی شهروندان هست، میگوید به اون میگویند که بله فلان آدم ها از شهروندان تاجیکستان ربوده شدن و از اونها هیچ درکی نیست. وزارت منتظر میستد که تا از اون خانواده اونها مراجعت بیاید و بعد دست به کار شود، یا اینکه این وظیفه اش هست که اونها خودشون برون به خانواده بگن که شما پیدا کردی از پشت کار شوند. ببینید با وجود همه این مثلا وقتی که این کارو میکنن با خاصیت با جمشید، معلوم است که اینها از ترس این کارو میکنن، نمیخواهند که این قضیه به شکل درستش به این ادوکات های بین المللی برسد. خوب، ولی با وجود این از طرف دیگر میخواهند یک گونه به ادوکات های بین المللی فشار روانی هم وارد کنند با این راه. این یک نوع ترساندن اونها هم هست، ولی گرفتن ترجمان و راهنما به راهنما ماندن، اینها رو میخواهند از این طریق یک فشار بیارن. ولی ببینید در همین جا یکی از دیگر ادوکات های حاضر بوده گلدن سانمیز وکیل دیگری ترک میگوید از هیچ چیزی برای فعالیتشون در تاجیکستان سر ترس ندارند، زیرا به قانونی بودن کارشون باور دارند. او گفت ما آشکارا وارد شده ایم و به مقامات هم هدفمان را روشن کرده ایم، دیگر از چیزی خوف نداریم. اما یک عباره دیگر نیز هست که فقط ابله از چیزی هراس ندارد. یعنی ببینید شما چیزهایی که یک ادوکات
وارد میکند صحبت میکند، یعنی این منظور حرف آخر منظورش چی است؟ یعنی شما این مردم را اینقدر فشار میارید که با این تهدید با هراس مردم را ترسانده ایستاده اید. یعنی شما این کارا کرده ایستاده اید، ما این رو درک میکنیم، ما این رو میفهمیم و حالا گزارش های اینها خیلی مهم است در سازمان های بین المللی و بعد از اینکه مثلا با آشکارا هم تاکید کردن که میخواهند در آینده با سازمان های جدیتر با سازمان های بین المللی قضیه رو پیگیری کنند و این امیدواریم که در آینده یک نتیجه مثبت بدهد و یک تأثیر خوبه بالای این قضیه برساند و قضیه واقعا ظالمانه که امروز بالای بازداشت شده های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دولت تحمیل می شود، تهمت ظالمانه از بالای اینها برداشته شود. اینها که رفتن تاجیکستان دیدن نه، این که دو راهنما و از یک خانواده که برادر اون هم زندانی هست بازداشت می شوند و پدید می شوند و اون قدر رفته فشار و ترس در مردم می بینن، اونها از این وطن چی برداشت تأثیرات خواهند داشت؟ طبعا که منفی است. درست است؟ البته. یعنی در جای این که مقامات ما با اینها همکاری بکنن و واقعیت رو نه رفته اونها چیزی طلب میکنن در اساس قانون بکنن، برعکس میگیرن فشار اینها میارن و این میتید نتیجه برعکس. بله همین است. خبر دیگری که هست این است که طرح تغییرات به قانون مطبوعات حلقه تنگتر می شود. یعنی باز یک تغییرات الهو با قانون مطبوعات داخل کردنی هستند که به این هم سنسور و این محدودیت های شدیدی که وجود داره در مطبوعات باز میخوان که این را رسما واقعا این تا امروز این کارهایی که کردن غیر قانونی و قانونی بله بیشتری از روزنامه‌نگاران رو باور کنید اگر به گریه آورده است. بله اکثریت اون روزنامه‌نگاران با وجدان صاحب استقلال رو، اونهایی که برای خودشون مستقل هستند و فکری روشن و دلشون به ملت میسوزد، اونها رو به گریه آورده است. واقعا میگم. بله. به خصوص شما یک بار تصور کنید رجب میرزا برای چی مجبور میشود بگوید که دیگر میخواهم برای روزنامه‌ها چیزی ننویسم. محض به خاطر ان همین فشارها است. ولی اینها با این اکتفا نمیکنن. شما ببینید یک چیز عجیب است واقعا. یک بار ما باید از اول نگاه کنیم. خب اگر حکومتی که نو تاسیس می شود برای اینکه بیستد روی پایش بیستد و راههای رشدش استوار شود، باید در ابتدا یک چیزای قانونی سخت و سفت داشته باشد. خب وقتی که یک حکومت مستقر شد، جای خودش رو گرفت، دیگه همه چیزایش نهادها جابجا شد، و طور طبیعی معمولا در کشورهای پیشرفته چنین است، قانونها رو به نفع ملت و مردم سبک میکنند، کم میکنند، فشارها و محدودیت‌ها رو از بین میبردارند. همین اگر بیایم یک بار به قانون‌های کشورهای پیشرفته نگاه کنیم، برای مثال امریکا در چند سالی که بعد از این که جنگ جهانی دوم تمام شد و آمد، ببینید چند تغییر و تحول در قانون‌های خودش انجام داده است. همه این قانون‌ها در رابطه با رفع محدودیت‌ها بوده است. بله. نه محدود کردن بیشتر. بله. تمام کشورهای اروپایی هم همچنین. بله. همه کشورها وقتی که حتی همین در همین سالهای اخیر هم فکر کنید، بله. سر و صداها روی چی است؟ روی این است که باید آزادی بیشتر به خبرنگاران داده شود، بله. به تحلیلگران، به جامعه شهروندی، به اینها داده شود. بله. ولی در ما برعکس است کاملا. بله. این نظامی که امروز، این قانون‌هایی که امروز در کشور ما صادر می‌شوند، این خاصی کشورهای دیکتاتوری است و خلاص. بله. همه کشورهای غیر دیکتاتوری، کشورهای دموکراتی در این چارچوب تغییر قانون می‌دهند، آزادی می‌دهند، مردم را دستشون را باز می‌گذارند، برای رشد بیشتر شرایط فراهم می‌آورند و قانون‌ها در عموم بر نفع ملت و به نفع کشور است. ولی در کشورهای دیکتاتوری چی؟ همیشه مردم را محدود میکنند. همیشه خبرنگاران را باید محدود کنند. همیشه کار کنند که اون مطبوعات است یا که جامعه شهروندی است، حتی قانون تشکیلات ها، شما ببینید تشکیلات های جمعیتی رو هم آوردن در بچه حد قرار دادن. ادوکات ها رو، حتی ادوکات ها رو اومدن برای اون امتحان گذاشتن، در حالی که در هیچ جای دنیا در کشورها اگر هر کشوری که بخواهد پیش برود با چنین قانون ها پیش نمی رود. کشور پیشرفت میکند که اون هر یک نهادش مستقل باشد،
اون آزادی خودش داشته باشد و بتواند در آینده در همون چارچوبه با راحتی فعالیت کند، پیشرفت کند. یعنی در کشورهای اکثر پیشرفته مثلا آلمان، انگلستان، امریکا، هر کجای نظر کنیم قانونها واضح هستند، شفاف هستند و زیاد هم نیستند. بله. ما داریم قانون مسئولیت والدین میکنیم، قانون تنظیم میکنیم، قانون دیگر میکنیم، هر چی رفته قانون ها رو زیاد میکنیم. و گفته که امروز در فیسبوک از طرف یعنی سیرالیف یک چیز از اقتباس از فیلسوف خطایی چینی لاو تزو اومد که این فیلسوف چینی لاو تزو گفته است که هر وقتی که قانون ها و امرها زیاد شوند تعداد دزدها و راهزنها هم می‌افزاید. بله کاملا درست است. ببین ما چی قانون تغییراتی که در قانون ها در همین چند وقت اخیر صورت گرفته است. ببین قانون مطبوعات که می شود، قانون ادوکات ها، قانونی با چی؟ تشکیلات های جمعیتی، دیگر قانون های خیلی زیادی هستند که تنها به خاطر محدود کردن. بله. ولی قانون این روابط علاقه. بله. یعنی اینقدر مثلا نمیدونم شما تصور کنید کودکس اویلا نمیدونم واقعا یک ما شما ببینید یک واقعیت است. خب در جامعه ما اگر ما بخوایم که این را اثبات کنیم گپی این فیلسوف رو شما خودتون تصور کنید امروز قانون تنظیم صادر کردن. خب هر جایی که میروید میگن که باید از چند نفر زیاد نباشد مهمان. خب ولی اون رئیس محل است، رئیس تنظیم محل است، میآید چیکار میکند؟ یک پول میگیرد میرود و چی شد؟ دوست زیاد کردن اینو تمام هیچ چیز دیگر نکردن. اون طبقی آشی خوب مال همون می شود. یعنی اون گوشت همه چیز برای اون جدا می شود. واقعا این زیبا تاجیبا رهبر اجرایی اجنسی اطلاعاتی از پلوس میگوید در صورت قبول شدن تغییر الهه‌ای نو به قانون مطبوعات با فعالیت رسانه‌های مستقل دیگر خطی بدل کشیدن ممکن است. یعنی این قانون جدید، این علاوه تغییرات جدید به قانون مطبوعات چیکار میکند؟ با پرکاتورا و حتی با پروکوروری که مربوط به پرکاتورا است حق میدهد که در بستن بازداشت کردن رسانه ها با آسانی یعنی این حق را به اونها میدهد که بازداشت کنند یا که یک رسانه را چی ممنوع کنند. تقریبا گفتی همین زیبا تاجیبایی و با این قانون میتوان گفت که دیگر از بین بردن رسانه های مستقل است. چون هر یک کسی به اصطلاح مقامدار این حقوق پیدا میکند که یک روزنامه یا یک سامانه مستقل رو بندد یا اینکه او را به دادگاه بکشد و نمیدونم دادگاهی کند. یوهان بیرز رهبر بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی در سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز این گفته است که اگر قانون مطبوعات در تاجیکستان تشدید یابد جای تعجب نیست چون که تمام تمایل‌های اخیر در این باره دلالت می‌کند. بله. یعنی ببین چی گفته است. خبر و معلومات در تاجیکستان تحت نظارت شدید حکومت است. مطبوعات مستقل زیر خطر است. تنها چند روز پیش من درباره تأسیس یک مرکز یگانه نظارت اینترنت و خدمات موبیلی خوانده بودم. همون قانونی علاقه که صادر شده بود. اصلا بعد انتخابات پارلمانی 2015 ما فشار فزاینده بالای ژورنالیستیک مستقل در تاجیکستان رو مشاهده میکنیم. این از زبان یک تحلیلگر یا اینکه به اصطلاح کارشناسی بین المللی است. مسئول است، نظارت میکند. درک کرده است چی است. این دیگر تنها حزب نهضت نیست که به شما میگوید آخه این دنیا شما را فهمیده ایستاده است که کجا میروید. دیکتاتور شما را همه دنیا درک کرده است ولی باز هم میخواهند همون عمر حکومت خود را با چنین قانون ها درازتر کنند. این مسئول سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز از پاریژ باز در اینجا افزوده است که به او خبرها درباره مورد فشار قرار داشتن ژورنالیستان تاجیک خیلی زیاد میشنود. حتی تهدید پخش نواره‌های ویدیویی علاقه‌های جنسی ژورنالیستان را هم به گوش میرسند و میگوید سبب این همه جریان‌ها به شدن وضع امنیتی و هم سیاسی کشور است. یعنی ببین میگوید که نه تنها فعالان سیاسی مورد چنین اقدام‌های غیر اخلاقی مثل ثبت نوار از اونها بلکه ژورنالیست ها هم چنین اقدام های غیر اخلاقی روبرو
تهدید میشوند. تهدید شده ایستادن. یعنی واقعا هم ببین در ادامه میگه که ما شنیدیم که در ارتباط با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چند ژورنالیست از جانب خدمات امنیت و هم برای پوشش نامطلوب حادثه ها در وحدت مورد فشار قرار گرفتن. گفت شما تصور کنید وقتی که یک نفر ادوکات واقعیت رو از زبان سید عمر حسینی بیان کرد، امروز رفت کنج زندان. با تهمت چی؟ با تهمت چی؟ تروریسم. از طرف دیگر قلابی، نمیدونم تمام تهمت رو به سرش بار کردن. بله. این یک ادوکات مستقل خود زیرو با اون ذهنیتی که مسئولین ما دارن، زیرو هر کسی که از تروریست و نظری اونها تروریست است، کمک دفاع حتی از حقوق اون میخوای دفاع کنی، پس تو هم تروریست هستی. اینجا یک گپی خوب این مسئول سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز خیلی خوب گفته است که در آینده نزدیک این فشارها افزایش خواهند یافت و ژورنالیستان در تاجیکستان عیناً مثل مخالفان سیاسی مورد فشار قرار میگیرند. یعنی مخالفان سیاسی را دور کردند، بیرون از کشور کردند و فعلا که جامعه مدنی رو نمایندگی بیشتر میکنند از حد این ژورنالیستان هستند. پس برای حکومت، برای وضعیت امروزه تاجیکستان، برای در این حکومت دیگر ژورنالیستان جایی هم نخواهند داشت. متاسفانه که واقعا هم اگر ما نگاه کنیم اینقدر ما کمبود اطلاعات داریم. اونهایی که هم مرز افغانستان هستند اکثرا اون کانال های افغانستانی رو تماشا میکنن. اونهایی که کانال های در نزدیکی ازبکستان هستند کانال های ازبکستانی رو میکنن و این 2 میلیون مهاجری که در روسیه و قرقیزستان دیگر جا هستن اون هم معلوم. یعنی ما ملت تاجیک چی شدیم؟ کمبود اطلاعات و حکومت میخواد تنها اطلاعات به مردم بدهد که اون میخواهد. از راه اون سنزور شده بعد میآید. ولی یک چیز واقعیت هست، شما این رو اگر درک کنید میبینید که در عموم تمام فشارهای حکومت امروز بالای دیگراندیشان و مخالفین سیاسی است. ولی شما یک بار تصور کرده میتونید که حکومت با این سیاست غلطی که پیش گرفته است تمام نهادهای جامعه رو مخالف خودش قرار داده ایستاده است. برای مثال من واقعا تعجب میکنم از این سیاستی که نمیدونم اگر کمی آدمای با عقل در این حکومت نشسته باشند و تحلیل کنند با چنین سیاست ها راه نمیدهند. ولی من حیرانم که کیست که میخواهد اکثریتی قشر آگاه و روشن فکر جامعه رو مخالف سیاسی حکومت کند. برای مثال شما یک بار بیاید تصور کنید وقتی که با مسجد در افتادن، با ریش در افتادن، اکثریت درست اینها با ادعای چی؟ با ادعای اینکه افراطگرایی و اینه وای خب، ولی اومدن مسجدها رو منع کردن، ریش رو بس دست دادن، سطر رو دست دادن، نماز به همه چی. وقتی که با این برخورد کردید شما الکی قشر دیندار جامعه رو مخالف حکومت کردید. میخواهید نمیخواهید دیگه اونها مخالف سیاسی شما هستند. درست است که اونها دیندارند ولی اونها حق رأی دارن، اونها انسانی هستند که فکر دارن، حق زندگی میکنن در جامعه. و میخواهید نمیخواهید هر کسی که در تاجیکستان است اکثریت او مسلمان است آخر. او به ارزش‌های اسلامی احترام دارد. حداقل اگر اون مثلا من واقعا در این سیاست عجیب و غریب این حکومتداران حیران میشم. درست است شاید مردم ما مثلا بسیارش بر ریش مثلا ریش نگذارند یا که مثلا حتی اون زنایی که سطر نمیبندند ولی همین که میدونن که این دستور خداوند است با اون احترام دارن، با اون مبارزه نمیبرن. میگه خب من این رو انجام نمیتونم ولی میدونم که فرمان خداوند است، میدونم که دستور خداوند است. خب شاید در این کمبودی دارم ولی مخالفت با اون نمیکند. ولی حکومت وقتی که با اون مخالفت میکند این در مخالفت با حکومت قرار میگیرد و این طبیعی است. و هرچند اظهارم نکنن. بله این یک طرف قضیه است. دوم طرف قضیه ببینید وقتی که تشکیلات های جمعیتی، اکثریت تشکیلات های جمعیتی ما تشکیلات‌هایی هستند که برای حمایت از نمیدونم قشر چی میگن دهقان قشر کمبیزاد دهقان و همچنین اونهایی که مثلا جلب دوباره به یادم اومد تشکیلات نشاط ظرفا که در زمینه به مکتب جلب کردن دخترها برنامه داشت.
خب یکی از برنامه‌هاشون تشکیلات‌های جمعیتی ما در این سمت‌ها کار می‌کردن. حالا اون اکثریت اون تشکیلات‌ها وقتی که مردمی که با اونها سر کار داشتن به اونها کمکشون می‌رسید، بله اونهایی که کمک این تشکیلات‌ها با اونها می‌رسید، اونها هم چی میگن کمک کم وقتی کم میشه یا اینکه با اونها ارتباط قطع میشه یا یک گونه میشه، اونها میفهمن درک میکنن بالاخره که از اون تشکیلات‌ها میفهمن که حکومت بالای اینها فشار آورده است. به طور طبیعی اونها در مخالفت با حکومت قرار میگیرن. یعنی شما روز به روز این رو با این درک این مسئله میرسن که این واقعا با این سیاست اکثریت جامعه رو در مقابل خودشون قرار دادن. بله. یا نمیرسن. من حیرانم. با عنوان جاسوسان خارجی نگاه کردن. البته تشکیلات ها وقتی تشکیلات جمعیتی جون میکند، من بازم همین حیران میشم در این چیزا و همون سخن استاد محی الدین کبری به یاد میاد که اگر اونها جاسوسی خارجی باشن، اگر اونها از خارج پول هم بگیرن، آخه آورده برای هم مردمی کم بیزاعت داده ایستادن. مثل شما از برق تاجیک از بانک ملی 800 میلیون نمیدزدن برن بانک های خارجی. بله. پول ملت رو نمیگیرن، انداز نلاگو ملت رو نمیگیرن ببرن در بانک های خارجی پس انداز کنن. بله. ولی برای ملت آورده ایستادن آخه. بله. ولی چرا اینها باید مجازات شوند؟ چرا اینها باید فشار آورده شوند و دزدها در اینجا آزاد بگردند؟ همون گونه که حتی 800 میلیون را میدزدن با بالاتر میروند. بله. این واقعا مردم دیگه این را درک میکنند. ما باید این مسئله رو درست درک کنیم. خب تشکیلات جمعیتی را گفتیم که اونها میشود. ژورنالیستان که امروز با اونها فشار آورده ایستادن، این میشود. از طرف دیگر نگاه کن وقتی که زیایی ها رو واقعا قشری مظلوم جامعه ما هستند، زیاییان شاید از مظلوم ترین قشر هستند، واقعا همین را قبول دارم. ببخشید من در اینجا یک دخالت میکنم. در تاجیکستان وقتی میره یک آدم میبینی که در دستش کتاب هست و یک ساعت منتظر مشروطه چی میشود، میفهمی که یا معلم است یا یک شاعر است یا نویسنده است یا اونه که برادر عزیزمون شاعر محترم اسفندیار نظر تصویر میگذارد. بله واقعا جالب است این تصویری اونم. ولی شما باز هم نگاه کنید قشر زیاییان از همون در مخالفت قرار از استاد شکوری و استاد قناعت و بله برزو همه اینا دیگر استثنا نیستند. ولی از طرف دیگر درست است که اینو باید تزویریه، بعضی ها رو مثلا چیز کردن، ولی آخر وقتی که در بازار مثلا اون دکاندارانی که صرافی ها رو داشتند اونها رو محکم کردید، اونها در مخالفت شما هستند. صاحب کارا در عموم نه تنها اون صاحبان صرافی ها، اکثریت خانواده اونها که از این حساب نان میخوردن امروز در مقابل شما هستند، امروز با شما مخالفند. این واقعیت ها رو درک کنید دیگه. اونها امروز در مقابل شما هستند. از طرف دیگر شما ببینید در بازارها، برای مثال بازم مثال میارم بازار سلطان کبیر رو، یک نفر در بالا میشیند، مثل همین حکومت از بالا تا پایین اکثر جاها رو همین خلق کردن، در بالا میشیند، تمام مردم بازار مثل غلام برای او کار میکنن. او شده است یک فرعون برای خودش، ولی باز نفقه دارد تا نفقه‌اش هم از 8000 بالا میره. بله اون شده است مثل یک قارون، تمام مردم برای او مثل غلام کار میکنند در بازارها. انداز از طرف دیگر بلند، اونها فکر میکنید جانبداری حکومت هستند. اون اندازی که شما از اونها میسیتونید، اون رشوه‌ای که از اونها میسیتونن مسئولین شما، خیال میکنید اونها جانبداری حکومت هستند؟ یا اون زنهایی که در دهات امروز میروند مثل غلام بیچاره ها جان میکنن. واقعا وقتی من به دهات میروم خیلی ناراحت میشم، خیلی زیق میشم راستی گپ، برای که در اونجا فقط میبینی که زنان و کودکان کار میکنن در دوران پخته، چون مردان نیستن در رسی هستن. در پخته زنان، در ره روم زنان، در هر جایی که سختی است زنانی بیچاره. ببینید وقت بغیر از این، با وجود اینه که زنها در اونجا کار میکنن و یک چیزی که از زمین میرویونن، چی میشود؟ دوباره میان نلاگ زمین از اونها میگیرن، پول آب میخواهند از اونها بگیرن. اون هم کم نیست. شما تصور کرده نمیتونید که یک زمین تقریبا نمیتوند خرج نلاگ و نمیدونم همون چیزای حکومت بپوشاند. این واقعا همین است. از اون جویبارهایی که از بله، حتی جویباری که از داخل خانه هاشون میگذرد از اونها پول میگیرن، برای آب از اونها پول میگیرن، ولی حتی یک جویبار اونها رو درست نمیکند حکومت.
اینا مردم درک میکنن دیگه، میفهمن در واقع حقی همون چیزی چی میگن وزارت آب هست که وقتی که از مردم پول میگیرد باید جویبارهای اون مردم رو تازه کند، تعمیر کند، آب رو درست برساند. ولی امروز در اکثری منطقه ها کمبود آبی برای کشاورزی است، چون که جویبارها تازه نمیشوند، کارکرد نمیشوند، آب کم شده است و اینها همش مشکلات دارن. این مشکلات چی شده است؟ مشکلات شده است در دردسر مردم. ولی حکومت باز هم آورده است میآید با قانون‌های میگذارد که مردم رو با احساسات مردم بازی میکند و مردم یک بار از این حکومت نفرت پیدا میکند. برای اینکه مردم با حکومت نزدیک شوند باید یک کاری برای رفع نیازهای مردم هم بکند. این حکومت میگه من آش بلند میکنم، مثلا وعده میدهد یکمش عمل نمیکند تا چند سال، از سال دیگر هم که اگر عمل کند اون معاشی که اون آدم میگیرد هیچ فرقی با همون سال گذشته نمیکند اگر بلند هم شود. برای چی؟ برای که در سال گذشته اگر $1 $100 500 سومانی بود، امسال شده نزدیک 1000 سومانی، 900 سومانی. چی شما اگر همون 500 تومان با او میدادید یا حاضر 900 تومان هم بدید هیچ فرقی نمیکنه، چون که تمامی اشیا در تاجیکستان طبیعی است که باز قیمت میشود. درست است. بسیار صحبت‌های خوب کردید دوستم. یک قشر رو پرتوفتید، قشری چاپلوسان. اینها چه حال دارن؟ باور کنید قشر چاپلوسان اگر این حکومت با کمترین مشکل دچار شود، اولین گروهی که به این حکومت پشت میکنن دوباره به این حکومت ضربه جانکاه میزنن همون چاپلوسا هستن. به این شک نداشته باشید، همیشه همین طور بوده است. یعنی به نظر شما حکومت اون دوستان واقعی که دارن، ژورنالیستان ساده، بله، زیایان ساده، دهقانان و صاحبکاران ساده، اینها رو همه را زیدی خود کرده و تنها با اون چاپلوسان تکیه کردن. این خطری واقعا در زندگی هم میشود که آدم وقتی شرایط دارد چاپلوس ها زیاد میشوند، ولی آدمی درست و واقعی کسی هست که چاپلوس ها نمیکند ولی تکیه به اون دوستان و به اون رفیقانی میکنند که جانی هستند، واقعی هستند. درست. اونهایی که نصیحت میکنند اون دشمن نیست. بله. اونهایی که این شما انتقاد میگیرند دشمن نیست. بله. اون است دوستی واقعی. اون دشمن شما اون کسی هست که چیکار میکند؟ اون شما را تعریف بیجا میکند، شما را یعنی کمبودیات نمیگه. این دغل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی. این چاپلوسان همون مگسان گرد شیرینی هستند. میبینید روزی که مشکل به سر حکومت بیاید، کمترین تغییراتی بیاید، چی اتفاق خواهد افتاد؟ همونها اولین گروه خواهند بود. بله. این بود برنامه بازچی گپ. تا برنامه آینده، خدا حافظ شما باد.